به نام خدا. سلام به همه مردم ایران و شنونده ها و مخاطبای عزیز. شما برنامه تحلیلگر سیاسی اسماعیل میلان را میشنوید. موضوع تحلیل مذاکرات روز سه‌شنبه یعنی فردا در پاکستان، آمریکا و ایران چه خواهد بود؟ خب ما امروز یعنی دیروز در روز یک شنبه آمریکایی‌ها یک حملاتی را روی کشتیرانی ایران انجام دادند و توقیفش کردند و سپاه پاسداران خیلی سریع آنها را از موقعیت تنگی هرمز دور کردند و به دریای عمان عقب نشینی کرد، ولی هنوز ارتش و سپاه حملات گسترده‌ای روی ناوها انجام نداده است و تا امروز دوشنبه امریکایی‌ها جلوتر هستند. یعنی اونها میتونن روز سه‌شنبه به دکتر اراقچی و قالیباف بگن که ما محاصره کردیم دریای عمان را و شما برای اینکه ما این محاصره را برداریم چه امتیازی به آمریکا خواهید داد. با پررویی تمام این حرف را خواهند گفت. حالا چه به صورت در صورتی که مقامات ایران هم نرند، به صورت ویدیو کنفرانس مطمئنا امریکا این کار را خواهند کرد. بنابراین امروز دوشنبه باید ارتش و سپاه یک حملاتی را حالا چه شبانه چه فردا در طی مذاکرات بر روی ناوهای آمریکا انجام بدن که تیم مذاکره کننده ایران به امریکایی‌ها بگن که شما محاصره کردین، خب ما هم حملاتی گسترده‌ای را روی ناوهای شما انجام دادیم، بنابراین شما نمیتونید به خاطر این از ما امتیاز بگیرید. یعنی شما محاصره کردیم ولی ما این محاصره را حمله کردیم و هر زمان هم اراده کنیم میشکنیمش. بنابراین دیپلماسی از منظر قدرت امریکایی‌ها فقط فهم میکنن. در غیر این صورت ما شکست خواهیم خورد. زنده باد ایران، پاینده باد ایران.